مصیبت داره برم حاجت شبود کنم کدام یتیم گرسنه تشنه من برم یتیم نگاه کنم کی مصیبت داره اخلاق رسول الله بود من رسان گفت که اگر یک روز نشسته بود که یک جنازه رد شد رسول خدا گریه کرد حضرت عمر گفت یا رسول الله چرا گریه میکنی یا یهودی یا مشرک یا کافر ای دشمن خدا و رسول گفت من برای چی گریه دارم یک امتی من بدون کلمه رفته سه عزیز علیم عزیز یعنی برای ما غمخواره اخلاق رسول الله بود گفت که بچم آزار نتین مردم نکنام باشین نیکو کنین مثل با معلم باشین که بعد تو شاگردا بیا گیره کنم من شاگرد بخیزم برای اکی اصلا سخن بگم که من از این معرفت و معنویت تعلیم گرفتم یکی معرفت و معنویت هر کس خدا نمیته اگر خدا دوست بداره انسان اخلاق میته رسول الله گفتن ما یتون انسان میخرین یا رسول الله اگر خدا انسان دوست داره چی بته نگفت اموالکم علمکم یگان چی نگفت مقامکم منصبکم چی گفت اخلاق الحسن هر کس که اخلاق خوب داره رفتار خوب داره گفتار خوب داره او را خدا دوست می‌داره آدمی که بعد از مرگش این حدیث مبارک گفت الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه و هواه تمنا الى الله آدمی عاقل آدمی دانا آدمی پدر و مادردار خدمت میکنه برای مردمش برای جامعهش یک نشانه ایمان حب الوطن من شعبة من الایمان کسی وطنش دوست می‌داره مثل پرزیدنت محترمون مثل یک رئیسای نایه که جان مالشون قدی تا 103 شود در کابینت شما میسن میگن راه اسفالت کنیم راه چراغ کنیم تا خلقانه الحمدلله رئیس نایه بخش رئیس نایه بختری ما را ببینید شب میبروی روشنایی یعنی اینا کسانی هستند که منفیتشون میمونه بعدایو میگن اینا فلانی رئیس کرد اینا وقتی پرزیدنت جنابی عالی بود امام علی شریف داخل شد همه میروه کسی در روی منصب وظیفه خدمت کنه مثل یکی هستن که ای خودش یک چی بمونه مفتی امروز آمد سخن دادمش حرفی خوب گفت حدیث فارسی گفت من عربیش هم میگم گفت یتبع میت الی ثلاث سه چیز گفت میت در تاپش گور خلق میروه اهل ماله و عمله سه چیز تاپش میت میبره امروز قادر و زاکر و دیگر جوراش رفیقان هم کورساش هم وقت سبقاش طلبه آمدن میمونیم میبریم اکی سنه میمونیم میریم هیچ که قدش نمیمونه یرجع اثنان و یبقی واحد دو تاش بر میگرده اهلش فرزندش خیش تبا رفیقش بر میگرده این اکش تگیه یک شب قادر نمیشه بیسته میروه قادر و نازاکر بگو یک روز نمیسته خودش تا قدر لحد میسته قطیش میمونه یبقی محد و عمله همراش همو عملش میمونه 7 قدم همینجا میمونیم قاری عزیز تبارک میخواند ملا دعا میکنه میایم تا همجا که منکر نکیر می السلام علیکم اکی حسن من ربک من دینک من اسلامک من نبیک و نگاه میکنه اکی حسن بعد جواب که الموت یتبختتن صندوق بالقبر صندوق العمل در پیش صندوق نیک صندوق بدیوش همین تا صندوقش نگاه میکنه که یه وقت یک کمپیر راهگذر 5 دادگه هست یه وقت یک کسی یک پیاله چای داده هست یک کسی الف یاد داده هست یک کسی دست نویستن در راست کردگی هست یک کسی صاحب خانه کرده یتیم سر کرده هست بچه زن داده دختر زن داده همش هست با صندوق دیمه نگاه میکنه میگه ای چیه میگه این صندوق عملات هست یک کسی دشنام داده باشه یک کس اذیت کرده باشه یک کس حقش بالا کشیده باشه در ناموس یک کس دست زده باشه عزت یک کس پایین کرده باشه یک کس آرام داده باشه در اون حالت او جمع هست بگن نیاری یادی آن روزی که تو را در گور فرو دارند عزیزان جمله باز آیند و تو تنها در لحد مانی کمی اندیشه کن بینگر دنیا را وفایی نیست کجا رفتن یارانی که بودن مونس و جانی برای قادر ای عزیز بود قادر ای دین اشاق گیره کرده سای خواره قادر حلاک شده و چه قادر حلاک شده عزیز ای مکن غفلت بکن گریه و زاری نصیحت میکنم بشتم اگر مرد مسلمانی الصلاة والسلام على حبيبه الكريم
اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ای خدا نام تو بهترین سرآغاز، با نام تو کی کنم نام باز. ای خدا یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست در زبانم. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان من، موضوعی که امروز بنده اختیار کردم در مورد تکبر و غرور. اولین کسی که در روی زمین تکبر را اختیار کرد شیطان لعین شد و سه لقب مشرف شد. یکی لعین، رجیم، ابلیس. چرا که خداوند کریم آدم علیه السلام را خلیفه خود در زمین قرار داد و بر ملائکه دستور داد. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. زمانی که ما به ملائکه دستور دادیم که به حضرت آدم سجده کنند، فسجدوا إلا إبليس، سجده کردند ولی مگر ابلیس سجده نکرد. و علت سجده نکردن ابلیس این بود که تکبر و غرور کرد. ابى واستكبر وكان من الكافرين، ایبا و استکبار کرد، از جمله کافران گشت و خداوند او را از جنت الفردوس بیرون کرد. و همچنین رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر او كما قال صلی الله علیه و سلم. داخل نمی شود در جنت کسی که ذره از کبر در قلبش باشد. در دوره حضرت عیسی علیه السلام یک مرد عابد و یک مرد فاسق زندگی میکرد. در همان دوره از او عابدتر کسی نبود و از همان فاسق کسی فاسقتر نبود. یک روز حضرت عیسی مهمان عابد شد. این صحنه را فاسق که دید اشک ندامت از چشمش ریخت و گفت پروردگارا توبه کردم، خدای مرا مثل همان عابد متدین بگردان، توفیق بده که عبادتی را انجام بدم. اگر نامه اعمال مرا شیطان لعین ببینه شرمنده می شود. خدایا روزی هم عیسی بر خانه من مهمان شود. گفته دعا کرد و خواست که با حضرت عیسی و عابد زیارت کنه. به سمت آنها رفت. این عابد با کبر و غرور بر سو نگاه کرد و گفت به محشر که حاضر شود انجمن، خدایا تو با او مکن حشر من. خداوند در همان هنگام به حضرت عیسی علیه السلام وحی نازل کرد که دعای هر دوشا را قبول کرد. فاسقی که اشک ندامت از چشمش ریخت توبه کرد، او را با تو در جنت حشر میکنم. و عابدی که غرور و کبر را اختیار کرد و دعا کرد که ما را با او حشر مکن، او را در جهنم حشر میکنم. ببینید عزیزان من، یک ذره کبری که عابد داشت از جهنم بیرون شد. افتادگی آموزگر طالبی فیضی هرگز آب نخورد زمینی که بلند است. اگر شخصی که بخواهد که در دنیا باعث پیشرفت و ترقی بکنه و از او علم حاصل شود و خندان روز قیامت جنت داخل شود و بهترین جایگاه را در جنت کسب کنه، در قلب خود کبر و غرور راه نده. عزیزان من، بعضی ها خداوند لطف کرم خود را شامل حالش میگرداند، صلاحیت استعداد میده، ولی او کبر و غرور میکنه، مردم را با چشمی حقارت نگاه میکنه و فکر میکنه او در هر علم مهارت داره و دیگران در نزد او بی سوادند. امامی که تکبر باشه مقتدیاش روز با روز کم می شود. دایی و دعوتگری که با تکبر دعوت کنه هیچ کس از سخنان او هدایت نمی شود. تاجری که با تکبر با مشتریش صحبت کنه روز تا روز مشتریش کم می شود.
ای بنده تکبر تو را خار کند، محبوب ز تو سلب دیدار کند. ای بنده میگه تکبر تو را خار کند، محبوب ز تو سلب دلدار کند. محبوب یعنی خداوند کریم، سلب به معنایی که از دیدار تو محروم میگردد. لیاقت دیدن خدا را نداری تو، چرا که تکبر را اختیار کرد. حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه با واسطه که اینقدر علم و معرفت داشت، وقتی که مادرش میگفت که فلان مسئله را میخوام صورت مسئله را روشنی بیاندازم، شطور را بیار که تا پیش فلان عالم برویم و از این مسئله بخبر شیم. ابو حنیفه رحمت الله علیه اخلاق را ببینید، شطور را میآید و بند شطور را میگیره، مادر بالای شطور بر قدم میمانند، نزد عالم میروند و مسئله را حل میکنند. ابو حنیفه نگفت که من دانایم، من خوب میدانم مسئله را. یک روز یک نفری آمد گفت مولوی صاحب با یک همکلاسی صحبت میکنم، گرچه به او دلیل بیاریم و از آیت و از حدیث و هر چی بگیم قبول نمیکنن، حرف خودش تایید میکنن و خودش دانا میگیره. در هر موضوعی صحبت کنیم او دانا میگیره خودش، او میدانه و ما نمیدانیم. گفتم برای اینکه آدما صحبت نکنین، غرور و کبر قلبی او را پر کرده و باعث هلاکتش میگرده. بر مدعی مگو اسرار پستی، بگذار بمیرد در عشق خودپرستی. بدترین دروغگو همون کسی است که حرف خودش فقط تایید میکنه، حرف تو را قبول نداره و باعث هلاکتش میشوه کبر و غرور. حضرت موسی علیه السلام یک روز بر خدا مناجات کرد، گفت قال موسی علیه السلام یا ربی من ابغض الیک من خلقک، قال سبحانه و تعالی من تکبر قلبه، او کما قال. گوی پروردگار از کدام بندت اینقدر ناراحت شدی و باعث خشم غضب تو قرار گرفت؟ گفت از بنده ایم که در قلبش ذره کبر داشته باشه. یک نفر در دوره‌های ابو علی بن سینا علم نجوم را مهارت داشت و خواست که بیاید از ابو علی بن سینا علم کسب کنه، ولی که قلبش پر از غرور و کبر بود، ابو علی بن سینا او را بر شاگردی قبول نکرد و از نزد ابو علی بن سینا خالی برگشت. و ابو علی بن سینا فرمود تو خود را گمان بردی پرخرد، اینایی که پر شود دیگری چون پرد. ای جوان تو خود را فکر میکنی تو پرخردی، دانایی، تو از هر علم مهارت داری و دیگر را با چشم حقیر و فکر میکنی که نادان است و لایق این را ندارد، شایسته این جایگاه نیست. غرور و کبر میکنی، اینایی که پر شود دیگری چون پرد. اینا به معنای ظرف که پر از کبر و غرور شد، داخل او علم و معرفت و حکمت داخل نمیشود عزیزان، دست خالی برمیگردی. بسیار انسانایی بدن که علم را کسب کردن ولی باعث کبر و غرور اینها از قله‌های بالا پایین آمدن. افتادگی آموزگر طالبی فیضی، هرگز آب نخورد زمینی که بلند است. پس عزیزان من، بزرگان ما و شما را اگر مطالعه کنیم زندگی نامه شونه چقدر خاکسار و تواضع پیشه میکردن. یک روز میفرماید حضرت حذیفه رضی الله عنه را در مسجد پیش در آوردند و در حین نماز یک دفعه شیطان در قلبش غرور کرد و خواست که کبر در قلبی او جای بدهد. بعد از فارغ شدن نماز چهره مبارک به طرف مردم کرد و گفت دیگر مرا ایمان قرار ندهید. یک دفعه بود که قریب هلاک شم، فکر میکردم که من از شما بالایم. گفته در روی زمین آنها مثل فرشته بودند
ببینید چقدر حذر میکردن که کبر و غرور در قلبشان داخل نشد. مولانا مفتی تقی عثمانی را یک رحم الله یک شاگردش میگه از درس فارغ شد، کفش او را خواست که در زمین بمانه، دستی آن را گرفت و گفت هرگز این کار را مکن. اگر این کفش را پیش پای ما میماندی، خدایی نکرده شیطان در قلب ما میداد که تو بزرگی، تو عالمی، من هلاک میشیدم. اگر تو این کفش را پیش ما میماندی، والله تا خانه لخت میرفتم، پایلوچ میرفتم تا خانه را، کفش در پام نمیکردم. گرچه دانا باشه و اهل هنر، خیش را کمتر زهر نادان شمار. اگر گرچه دانای اهل هنری، بازم با کسی نشستی، خود را کمتر بدان. دعا کنیم خداوند کریم پروردگار ما را از جمله خاکساران بگرداند. دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که میفرمودند اللهم انی اعوذ بک من نفخر و کبر، پروردگار پناه میطلبم از تو از باد کبر. خدا از باد کبر ما و شما را نگه دار. خدا این نکرده که کبر را اختیار کنیم و شیطان در قلب ما غرور کنه و هلاک بگردیم. آمین و رب العالمین.